بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب المبادئ المفيدة في التوحيد والفقه والعقيدة لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى. اینک ما درس‌های خود را به عون الله حق سبحانه و تعالی دوام می‌دهیم از کتاب المبادئ المفیدة فی التوحید والفقه والعقیده، یعنی سرآغاز مفید آیید توحید و فقه و عقیده از آن شیخ علامه محدث ابو عبد الرحمن یحیی ابن علی حجوری، الله حق سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. شیخ تحتی رقم 24 می‌فرماید حفظه الله تعالی: فإذا قيل لك ما أعظم حسنة وما أعظم سيئة، پس اگر تو را پرسند از همه بزرگترین نکویی و از همه بزرگترین بدی چیست؟ خلاص؟ فقل أعظم حسنة هو توحيد الله عز وجل وأعظم سيئة هو الشرك بالله عز وجل. پس در جواب چنین بگو: از همه بزرگترین حسنه توحید الله عز و جل است و از همه بزرگترین سیئه به الله عز و جل چه شریک مقرر کردن است. و دلیل سخن او تعالی است و دلیل قول الله تعالی: ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلك لمن یشاء. بیگمان الله این را که به او شریک مقرر کرده شود نمی بخشد و غیر از آن را برای هر کس بخواهد می بخشد. سوره نساء آیه 48. و قوله تعالی و سخن او تعالی است: فما لنا من شافع ولا صديق حمیم فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنین. پس هیچ شفاعت کنندگانی برای ما نیست و نه یگان دوستی مهربانه، پس ای کاش بار دیگر بازگردیم تا از مؤمنان باشیم. سوره شعراء آیه 102. عن انس بن مالك رضی الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت میکنند که گفت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: شفاعتی لأهل الكبائر من امتی، اخرجه احمد و هو حدیث صحیح. شفاعت من برای اهل کبائر امتم است. این حدیث را امام احمد تخریج کرده است و او حدیث صحیح است. و هذا يدل على ان اسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم اهل الكبائر من المسلمين ولا شفاعة للمشرك. و این دلالت میکند که سعادتمندترین مردم به شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم آنها اهل کبائر از مسلمانان و برای مشرک یگان شفاعت نیست. و عن جابر بن عبد الله رضی الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم. از جابر ابن عبدالله رضی الله عنهما روایت میکنند که گفت رسول الله صلی الله علیه و علی آله و سلم چنین فرمود: من مات لا یشرک بالله شیئا دخل الجنة و من مات یشرک بالله شیئا دخل النار. اخرجه مسلم. کسی در حالی که به الله یگان چیز را شریک مقرر نکرده بمیرد به جنت داخل خواهد درآمد و کسی در حالی که به الله یگان چیز را شریک مقرر کرده بمیرد به آتش خواهد درآمد. این حدیث را مسلم روایت کرده. تعلیق الشيخ: تسمية التوحيد حسنة جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعنهما مرفوعا عند الترمذي وابن ماجه وهو حديث صحيح. يعني وتسمية الشرك سيئة في قول الله تعالى: بلى من كسب سيئة وحاتت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مهم كم قيمة.
یعنی در مورد حسن نامیدن توحید از حدیث عبدالله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه مرفوعا در نزد ترمذی و ابن ماجه آمده است و او حدیث صحیح است. در مورد شرک نامیدن سیئه در سخن الله تعالی آمده است: آره، هر کس که مرتکب گناه شود و گناهانش او را احاطه کنند، آنها اهل آتشند و جاودانه در آن خواهند بود. سوره بقره آیه 81. الشيخ می‌فرماید که قال مجاهد و ابو وائل و غيرهما كما في تفسير ابن جرير عند الآية: السيئة المذكورة في هذه الآية هي الشرك، وفي هذا بيان لجهل ضلال الخوارج في الاستدلال بمثل هذه الآية على تكفير عصاة المسلمين. یعنی مجاهد، ابو وائل و غیر این دو چنانه که در تفسیر ابن جریر تحت آیت چنین گفته‌اند: سیئه‌ای که در این آیت ذکر شده است او شرک است و در این به جهالت گمراهی خوارج بیان است. در مورد دلیل آوردنشان با چنین آیت به تکفیر کردن یعنی عاصیان مسلمانان. خلاص. يقول الشيخ: فإذا قيل لك ما أعظم حسنة وما أعظم سيئة فقل أعظم حسنة هو توحيد الله عز وجل، وأعظم سيئة هو الشرك بالله عز وجل. والدليل قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله تعالى: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه أحمد وهو حديث صحيح. وهذا يدل على أن أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أهل الكبائر من المسلمين، ولا شفاعة لمشرك. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أخرجه مسلم. نكتفي، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا، والحمد لله رب العالمين.